تمرین. اگر احساس می‌کنید که زندگی شلوغی دارید، خودتان را آزاد بسازید و بدانید که این کار به نفع خودتان است. اول از همه زمانی را به خودتان اختصاص دهید. یا نیم ساعت در روز شروع کنید در دفترچه یادداشت خود بنویسید. دلتان می‌خواهد چه کاری را انجام دهید. هر کاری اهم از یک چرت کوتاه، ورزش، آواز خواندن در حمام یا به کافی شاپ رفتن. هر وقت از اینکه زمانی را به خودتان اختصاص دادید، احساس گناه کردید، 1 دقیقه به خودتان فرصت دهید و شمرده بگویید چرا احساس گناه می‌کنید. بعد پیش خودتان تکرار کنید این مسئله خیلی برایم مهم است که زمانی را به خودم اختصاص بدهم. با این کار بهتر می‌توانم از خودم و دیگران مراقبت کنم. سپس نفس عمیقی بکشید و به خودتان فرصت بدهید از این زمان لذت ببرید. من به طور منظم فرصتی را به خودم اختصاص می‌دهم. این امر به نفع خودم و تمام عزیزانم است.